شخصی به اسم مبارک اسمش مبارک بود، در یه باغی کار میکرد. اربابش گفت که کار تو این باغ اینه که برگه های خشک و شاخه های خشک این درخت رو قطع بکنی و علف های هرز رو بچینی، جمع آوری بکنی و آب بهش بدی. خب این کار کرد. گذشت تا بعد از 1 سال، 1 سال و نیم، 2 سال، چند تا مهمان خوب خصوصی آمدن برای صاحب باغ. صاحب باغ به مبارک گفت مبارک برو چند نمونه از اون بهترین میوه ها، خوشمزه ترین، شیرین ترین میوه ها رو بچین بیار که مهمان سفارشی و خصوصی آمده، علما آمدن مهمانن. خب مبارک هم رفت که مقداری چید و آورد گذاشت جلوش. تا انار رو باز کرد خود دید که انار خیلی ترشه. ناراحت شد گفت مبارک مگر من به تو نگفتم که انارهای شیرین، اون درختایی که میدونه شیرین خوشمزه است بچین بیار؟ گفت ارباب من نچشیدم، مزه نکردم. گفت یعنی تو نمیدونی که کدوم یکی 1 سال و نیم تو باغ کار کردی نمیدونی کدوم یکی از انارها شیرینه کدوم قسمت؟ گفت ارباب باور بکن من چه طول 1 سال و نیم 1 دونه انار 1 دونه انگور تو دهنم نگذاشتم، چون که من از خدا میترسم. تو به من گفتی که شاخه ها رو تمیز بکن، علف های هرز رو بکن، نگفتی که مزه بکن روزی 1 کیلو ببر بخونه. مهمانا رو فراموش کرد. گفت مبارک راست میگی، چه داری میگی؟ گفت چرا باور نمیکنی ارباب من از خدا میترسم، نمیخوام 1 دانه انار حرام بره تو شکمم آخرتم از دست بگیره. ارباب دیوانه شد. با کی طرفه؟ 1 سال و نیم کار کرده، 2 سال 1 دونه انار نکشیده. حلال خوری تا این حد دیدی بودید و نزد حد خودش و حد شرعی ایستادن و الحافظون لحدود الله. از حد حلال نباید تجاوز بشه به حرام که همه چی رو خراب میکنه. اربابش به فکر فرو رفت. وقتی مهمانا رفتن گفت پسرم بیا اینجا مبارک. گفت یه سوال ازت بکنم، تو زن داری؟ گفت که ارباب کی به من فقیر زن میده؟ من هیچی ندارم، کی به من فقیر زن میده؟ گفت اگر کسی باشه که به تو زن بده و خرج و مخارج تقبل بکنه و چیزی ازت ایراد نگیره حاضری که زن بکنی؟ گفت کی هست که رد بکنه؟ همه دنبال عفتشون هستن. گفت من برات زن میگیرم. اربابش بهش گفت. حالا مبارک نمیدونست که این نوکر اجیر که داره کار میکنه و مزد میگیره و نوکری میکنه و درختها رو پاک میکنه چه چیزی در نظرشه، در آینده براش خدا در اسرار ازل در نظر گرفته با اون عفتش. بعد گفت که لباس رو عوض بکن، تمیز کن، بیا خونه که بالاخره مراسم عقدت برگزار بشه. میدونی که اون تاجر و صاحب باغ چه کسی رو به عقد نکاح این مبارک حلال خور و نوکر خودش به در آورد؟ دختر خودشو. تجار مومن هم امروز زیادن. گفت این جوان مومن نباید از دستم بره، کسی که 1 سال و نیم در باغ کار کرده 1 دونه انار نچشیده چون که بهش گفته نشده، دختر خودشو به عقد نکاح مبارک در آورد. سبحان الله. حلال خوری و عفت و دنبال حلال رفتن و مطیع خدا شدن و تقوا عاقبت آدم رو به کجا میرسونه؟ بعد از 1 سال خداوند اونها پسری داد به دختر صاحب باغ و مبارک که نوکر باغ بود. خدا پسری داد. این پسر اسمش گذاشتن عبدالله. این عبدالله بزرگ شد در محضر علما حضور پیدا کرد. از محضر علما مشایخ بزرگان دین کسب فیض کرد. امر عبدالله به جایی رسید که در زمان خودش شیخ الاسلام بود. هیچ کس در زمان شیخ عبدالله ابن المبارک سر مچشو نمیتونست بگیره. شیخ عبدالله ابن المبارک شیخ الاسلام رحمت الله علیهما. از هر کسی سوال بکنید، از هر طلبه‌ای، شیخ الاسلام شیخ عبدالله ابن المبارک کیه؟ میدونن که چه شخصیتیه. از همون
حلال خوری از یک نوکر باغ چه درست شد. هم باغ گیرش آمد، هم زن گیرش آمد، هم فرزند عالم گیرش آمد، هم سرمایه صاحب باغ گیرش آمد، هم دنیا گیرش آمد، هم آخرت گیرش آمد. خیلی ها دنبال پولن. خیلی از ملاها میشون اینجاست، طلبه مسکین میاد خواستگاری دخترشون، بازم چشمشون تو پوله. من خودم رفتم خواستگاری برای جوان مومنی که در درس دینی میخونه، تو صورت خود من گفتن نه ما نمیدیم، ما نمیدیم. خدا اگر یک در ببنده بر اساس حکمتش با رحمتش 100 تا در دیگه در باز میکنه. اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر کسی آمد که از دین و اخلاقش راضی بودی بهش بدید، و اگر نه منتظر فسادی ریشه‌کن، فسادی خانمانسوز که اول متوجه خانواده خودت میشه و اول متوجه دخترت میشه، منتظر اون فساد باش. ارزش ها به لباس نیست. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.